به نام خدا، سعید گلی هستم. رسته شغلیم دامپروریه. نزدیک 16 سال توی این کارم، از سال 86 و همشون بر اساس یک اتفاق. یعنی ما دنبال یه جایی میگشتیم برای یه باغ تفریحی، بعد اومدیم اینجا رو گرفتیم، بعد دیدیم داره تأسیساتش به هم میریزه، به ناچار مجبور شدیم بریم سمت شغل دامداری. مجموعه ما تقریبا نزدیک به 400 دست دام داره، روزانه شیر تولید میشه و میره برای فرآوری کارخونه ها. کار اصلاح نژادمون رو از همون بدوی که وارد این کار شدیم شروع کردیم و همیشه سعی کردیم در بالاترین سطح نگهش داریم. تقریبا 170 دست گاو دوشا داریم. میانگینمون نزدیک تقریبا 44 کیلوه. فارغ از مسائل مالی که پیش میاد و بارها میگیم خسته شدیم، تقریبا 6-7 سال قبل بود من به خاطر مبارزه با موش توی انبار از یه سمی استفاده کردم. خب این سم وارد خوراک شده بود و اومده بود توی یه بخشی از گاوا استفاده شده بود تو تلیسه ها و تقریبا از 2 روز بعدش من شاهد این بودم که در عرض 3 روز نزدیک به 50 تا تلیسه زمینگیر شدن. 50 تا تلیسه‌ای که رو زمین خوابیدن، غذاشونو میخورن، آبشونو میخورن و توانایی بلند شدن ندارن و من به ناچار مجبور شدم اینا رو همشونو حذف کنم بدم کشتارگاه. میتونم به جرئت بگم بدترین خاطره کاری من بوده. دامداری خب سختی‌های خاص خودشو داره و مشکلات خاص خودش هم داره، ولی همیشه بین دامدارا این هستش که میگن وقتی شما تو کل سختی‌ها غرقی، 2 تا 3 تا زایمان نجاتت میده. وقتی شما شادی تولد هستی، داری یه تولد تازه رو میبینی، یک رشد جدید رو داری میبینی، قطعاً خوشحال میشی. یکی از اساتید بود داشت با هم دیگه صحبت می‌کردیم، یه خاطره برام ما تعریف کرد که میگفت آقا من در انگلیس بودم برای کار دانشگاهم، اونجا قرار بود چندین نمونه خوراک داشته باشم برای کار پایان نامه. توی تی ام آر که قرار بود درست کنم، یه دونه‌اش ذرت خام داشته. در 30 سال پیش به من اجازه ندادن که من از دونه خام استفاده کنم. این ماجرا گذشت تا تقریبا 3 سال قبل، فکر می‌کنم یا 4 سال قبل. به من گفت آقا یه کار آزمایشگاهی انجام شده رو بحث پخت خوراک و نتایج خیلی عالی بوده، فوق‌العاده بوده. یه شرکت ماشین سازی هست میتونه این کارو انجام بده و اگر موافق باشی میتونیم استارتشو بزنیم. خب این باعث شد ما رفتیم و دنبالشو کاراشو انجام دادیم و تو بحث فرآوری و پخت خوراک وقتی که به نتیجه رسید، نتایج فوق العاده بود، عالی بود و میتونم بگم به جرئت روند شکل کارمون رو تغییر داد و خیلی روند مثبت عالی بود برای مجموعه. آقای فریدونی تقریبا 4-5 سال قبل یه نمونه بار رو برای آزمایش پیش یکی از اساتید دانشگاه فردوسی برده بودن. خب ما با اون بنده خدا در ارتباط بودیم و کارهای تغذیه‌مون رو انجام میدن. ایشون این پودرمایی رو تایید کردن، معتقد بودن که آزمایشاتش خوب جواب داده و این استارت همکاری بین من و آقای فریدونی زده شد. اینجا شروع کردیم به کار کردن و الان 4-5 سال کار میکنیم. اون ثباته باعث شده که همکاریمون مدام باشه با هم دیگه. توی بازاری که ما داریم توی بحث دامپروری، همیشه نظر من این بوده با هر کس که کار میکنین اگر ثبات داره جابجا نشه. مهم نیست یه جنس رو 1000 تومان ارزون میخری یا گرون میخری، مهم اینه اون جنسی که مصرف میکنه کیفیت داشته باشه و ثبات داشته باشه. این بیشترین کمک میکنه به یک دامدار. فرقی نمیکنه یونجه میخری، نهاده میخری، سیلاژ میخری، هر چیزی که میخری دنبال یه جایی باش، یه تیمی باش که با ثبات کار کنن.